بسم الله الرحمن الرحیم. در آیت 60 سوره نساء آیت 60. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دوم، معرفی منافقان و مشکلات خطرناک اعتقادی و عملی آنها. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران محترم، به بحث دوم رسیدیم که معرفی منافقان و مشکلاتشان است. در درس قبلی ما و شما موضوع چی را خواندیم؟ موضوع اهل کتاب و مشکلاتشان، و در اینجا موضوع منافقا و مشکلات خطرناکشان برای مسلمان ها معرفی میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. منافقا هم مشکلات زیاد اعتقادی و زبانی و عملی و فکری داشتن. اینا حتی از اهل کتاب که هم بدتر بودن، و منافقین اینا با احساس جنگ فکری که اینا دامن میزدن، و رئیس منافقین در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم ابی ابن سلول بود. و ابی ابن سلول قبلا پیش از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاید، ابی ابن سلول کاندید بود اونجا که به صفت چیز مقرر شد، به صفت رهبر مردم یثرب، و تاج برش جور کرده بودن که تاج پوشی کردن، در سرش تاج بانن. در می وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت میکنه و مردم مسلمان میشن، بالاخره این شخص بیخی فراموش میشه، و وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم می در مدینه منوره، شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم حکومت اسلامی را در داخل مدینه منوره تأسیس میکنه. تو میگه که ما با سیاست غرض نداریم و با سیاست کار نداریم و سیاست در اسلام نیست، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی از زمان مکه برای مردم بیان میکرد که اگر شما کلمه لا اله الا الله را بخوانین، محمد رسول الله بگوین، در این صورت عرب و عجم چی میشن؟ عرب و عجم تسلیم شما میشن و به این نظام تسلیم میشن، و حاکمیت سیاسی و حکم خلافت اسلامی در جهان چی میشن؟ در جهان احیا میشه و در جهان این تطبیق میشه. خب وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره آمد، و این شخص دنیا پرست و چوکی پرست وقتی که دید که آل برای ما مقام منزلت نیست، این با تعداد از دیگر دوستایشان که هم فکر و هم نظر و هم عقیدهشان بودن، اینا کافر بودن، و چون مسلمان ها بسیار قوی شدن دیگه، اینا گفتن بیاین جنگ فکری میکنیم، در داخل ظاهرا میگیم مسلمان هستیم و در باطن ما کفر خدا ادامه میدیم، و از این خاطر ما تخریبات زیاد میکنیم. درست که ما و شما دیدیم که مثلا در غزوه احد تقریبا 300 نفر منافق از لشکر رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمدن و بسیار خرابی ها را در ام وقت جور کردن. آلدری آیات قرآن الله متعال بیان میکنه که شما ببینید منافق ها چی صفات و چی زشتی هایی دارن. اول خاصیت منافق ها چی هست؟ امو وقتی که محکمه میشن، در محکمه و دادخواهی اینا به پیش طاغوت ها میرن. الله متعال میگه در سوره نساء آیت 60: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اینجا الله متعال میگه که آیا نمیبینه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الی الذین، به طرف کسانی که یزعمون، زعم در زبان عربی گمان میگه الله متعال میگه نمیبینه به طرف کسایی که اینا گمان میکنن که انهم آمنو، که اونا ایمان آوردن به ما انزل الیک، به آن چیزی که بالای تو نازل شده، و ما انزل من قبل که، و با او کتابایی که قبل از تو نازل شده، یا گمان میکنن ما مسلمان هستیم، ما ایمان آوردیم. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، میگه اینا میخواین که محکمهشان پیش کی شوه؟ پیش طاغوت شوه. و ما و شما در درس قبلی خوانیم که طاغوتای هستن، مثلا کاهنای بودن در بین عرب ها که اینا به خلاف ما انزل الله اینا چی میکردن؟ اینا فیصله میکردن. اینا اینجا الله متعال میگه و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که اینا امر کرده شده بودن که اینا باید به طاغوتی شون، کافر شون. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا مبینا، و شیطان میخواد که اینا را
بسیار گمراهی دور از حق اینا را گمراه بسازه. خب حالی آیت ما و شما چه قسم بفهمیم؟ تحاکم الطرفان. تحاکم در زبان عربی چی را میگن؟ تحاکم در زبان عربی به معنای طلب حکم و قضاوت است که پیش یک کس مشکل داری، میری که بر من در این راستا تو فیصله بکو. این حالی فیصله دو قسم است، یا ای قاضی مطابق قرآن و سنت فیصله میکنه، یا مخالف قرآن مطابق قانونهای دیگه. چی قانون جاهلیت است؟ کلش قوانین جاهلیت است. چی مثلا قانون دموکراسی باشد، چی قانون یهود باشد، چی قانون نصارا باشد، چی قانون مشرکین باشد، چی قانون پدرا باشد، هر قانونی که ضد شریعت الله هست این قوانین هست. اگر قاضی مطابق از این حکم میکنه، این قاضی طاغوت است و قانونی که هست قانون طاغوت است. و تحاکم به معنای چی است؟ به معنای طلب حکم و قضاوت است و در اصطلاح میگن که تحاکم الطرفان. وقتی که اینا میگن که تحاکم الطرفان چی خواستن؟ دادخواهی کردن دو نفر، یعنی التجا الیه، یعنی رو آوردن به طرف یک کسی، یا رفع الامر الیه، یک کار بر از او پیش کردن، لیقضی بینهما، یک مشکل داشتن آوردن پیش از پیش کردن، این تحاکم میگن. این حالا کلمه تحاکم. علامه ابن جریر طبری رحمه الله این شیخ المفسرین هست و تفسیر بسیار معتبر داره و این کسایی که متخصص و مسلکی در تفسیر هستن ابن جریر طبری بسیار خوب بشناسن. علامه ابن جریر طبری میگه وقد ذکر ان هذه الآیه، امام جبری ذکر کرده که این آیت نازل شده درباره کی؟ یعنی ابن جریر طبری رحمه الله میگه که ان هذه الآیه، اینمی آیت که هست که ما بر شما پیشتر تلاوت کردم، نزلت فی رجل من المنافقین. درباره کی نازل شد؟ درباره یک شخصی از منافقین. دعا رجلا من اليهود فی خصومت کانت بینهما. میگه این دعوت کرد یک شخص از یهود در یک قضیه اختلافی که نه امی منافق امرای یک یهودی در سر یک قضیه اختلاف داشتن، یا زمین یا مال یا خانه یا هر چی که بود. میگه این دعوت کرد از یهود بر از امی منافق، گفت که بیا که بریم فی خصومت کانت بین الی بعض الکهان. گفت اینجا کهان است، کاهن است. کاهن کی بود؟ کاهن امو کسایی که قضاوت میکردن در بین مردم با اساس قانون جاهلیت. اینال چی کردن؟ لیحکم بینهم، تا که در بینشان همی کاهن، همی قاضی که ضد شریعت الله فیصله میکنه، گفت بریم در محکمه از او و در بین ما فیصله شود. لیحکم بینهم و رسول الله صلی الله علیه و سلم بین اظهرهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین از اینا بود. این حال وقتی که این شخص این کار کرد و یهودی رو گفت بیا که بریم پیش از کاهن تا که بین ما فیصله بکنه، آیت قرآن نازل شد که الم تر الی الذین یزعمون، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ندیدی کسانی را که گمان میکنن، یعنی اگر کسی خودم مسلمان میگه نظر به این آیت شریف که من مسلمان هستم و در قضاوت میره پیش قاضی که او مطابق قانون طاغوت حکم میکنه و او از او قاضی تقاضا میکنه که مطابق از این ماده فیصله بکن، ای سارنوالش، ای وکیل مدافعش و ای امی کسی که درباره از این مثلا ای قاضی طاغوت فیصله میکنه یا گمان به اسلام میکنه، ای مسلمان نیست. الان ترى نه الله میگه اینا گمان میکنه که با تو و با آنچه که قبل از نازل شده یا مسلمان هستن، یریدون ان یتحاکموا، لکن ارادهشان چی است؟ که نه ما در محکمه رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیریم فیصله نمیکنیم، چون اونجا اگه بریم باز او مطابق شریعت برای ما فیصله میکنه. میریم پیش از این کاهن و این کاهن مثلا با چندین چال و فریب دیگه با مطابق قانون جاهلیت و الله متعال میگه وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا مبینا. این حالی الله متعال بر ما مسلمان ها چی میگه؟ که فکرتان باشه که این صفت منافقین است، این اندیشه منافقین است، این کار منافقا میکنن. اگر شما دمت محاکم برین و خوشحال باشین که فیصله بکنن، پس شما صفت منافقین پیدا کردین و کسی که صفت منافق پیدا بکنه الله میگه این گمان میکنه که ما مسلمان هستیم. مسلمان نیست، پیش الله مسلمان نیست، مؤمن نیست.
اینی مشکل است. این حال کسایی که در محکمه مسکو شوروی میرن، کسایی که در محکمه مثلا امریکا میرن، کسایی که در محکمه مثلا اروپا میرن و یک میفهمن که قانون 100% قانون طاغوت است، خلاص حاکمیت طاغوت و تحاکم به طاغوت قبول کردن. خب در این قسمت مثلا ما و شما این فهمیدیم که قضای علامه ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیت چی میگن. ببینین اقوال علما را خوب دقیق بشنویم، بدون تعصب، بدون تکبر، بدون از اینکه مثلا من در کجا هستم کجا نیستم. حداقل انسان وقتی که واقعیت‌های عقیده واقعیت‌های توحیدی را شناخت و فهمید که عقیده در کجا حفظ میشه و در کجا از بین میبره، اینجا انسان مسلمان باز میتونه که بر خود یک راه حل پیدا بکنه که از این مشکلات خلاص شود. حال مثلا علامه ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیت شریف چی نوشته کرده؟ در تفسیر ابن کثیر و تفسیر ابن کثیر از معتبرترین تفاسیر با تفسیر چی از طبری است، باز تفسیر ابن کثیر هم از جمله معتبرین تفاسیر اهل سنت است. علامه ابن کثیر رحمه الله میگه هذا انکار من الله عز وجل، میگه این انکار است از جانب الله سبحانه و تعالی علی من یدعی الایمان، بر کسی که او ادعای ایمان میکنه بما انزل الله علی رسول، به آنچه که الله و رسولش فرستاده، و علی الانبیاء الاقدمین و به پیغمبران سابق، و هو مع ذلك یرید التحاکم فی فصل الخصومات الى غیر کتاب الله و سنت رسوله، و این میخواه که در قضایای اختلافی بالای از این محکمه شود در کجا؟ و غیر از کتاب الله و سنت رسول الله. یعنی این کسی که میخواد میگه الله سرازی انکار میکنه. انکار چی معنی؟ یعنی الله میگه که تو مسلمان نیستی. این گپ کی است؟ علامه ابن کثیر هذا این انکار من الله، انکار است از طرف الله عز وجل علی من یدعی الایمان بما انزل الله علی رسوله و علی الانبیاء الاقدمین، کسی که ادعا میکنه که من به قرآن و به دیگر کتاب‌های آسمانی ایمان دارم و هو مع ذلك و به همراه امی ایمان خود، متوجه هستید که ادعا میکنه من مسلمان هستم، کلمه هم میخونه و ایمانم داره، میگه من به قرآن ایمان دارم و به کتاب‌های دیگه. علامه ابن کثیر میگه با وجودی که ادعا داره که یدعی الایمان بما انزل الله علی رسوله و علی الانبیاء و هو مع ذلك و به همراه امی که ادعای ایمان کلمه میخونه، ادعای ایمان میکنه، لکن در وقتی که محکمه طلبی میشه نمیره در محکمه که اونجا مطابق قرآن و سنت فیصله شود. مثلا بسیاری وقتا مثلا پختانه چه وای مون پختو که و مون شریعت نکو. اینجا علامه ابن کثیر چی میگه؟ میگه اینی مردم ها هستن که نمیخوان مطابق قرآن و سنت حکم بکنه. مطابق چی حکم کنی؟ اینجا مثلا یا به قانون پشتو یا به قانون تاجک یا به قانون مثلا ازبک یا به قانون عرب یا به قانون یهود یا به قانون نصارا یا به قانون سیکولر یا به قانون دموکراسی، المهم نمیخواه مطابق شریعت الله این فیصله شوه محکمه بره. چی میشه اینجا؟ میگه الله این انکار کرده که تو مسلمان نیستی. حالا هر کسی که تو میگه مسلمان هستی و بر تو عذر پیش میکنه، اهلا و سهلا، باز تو میفهمی و دست دیخرش در روز قیامت. کسی که الی غیر کتاب الله و سنت رسوله، این تفسیر کبیر هست، تفسیر ابن کثیر است. علامه ابن کثیر بعد از این چی میگه؟ میگه فانها، میگه امی آیت که چی میگه؟ میگه امی آیت شریف ضامتون ذم میکنه، توبیخ میکنه و بد میگه لمن عدل عن الکتاب و سنت، و این ذم میکنه و توبیخ میکنه کی را؟ کسی که از قرآن و سنت روی گشتانده و تحاکمو و دادخواهی کردن الی ما سواهما من الباطل، و ما سوای قرآن و سنت به یک باطل. و هو المراد بالطاغوت ها هنا، یعنی اینجا میگه منظور از طاغوت چی هست؟ اما قانونی هست که ضد قرآن و سنت هست. چند تا قانون ضد قرآن و سنت هست؟ اینا خودتان حساب بگیرید. بسیار قوانین هست که اینا به قرآن، قوانین قومی به قرآن و سنت نیست، قوانین غربی مطابق قرآن و سنت نیست، قوانین روس و چین مطابق قرآن نیست. این کلش قوانین چی هستن؟ به نام طاغوت گفته میشن. این علما هستن. حالا ابن کثیر میگه و هو المراد بالطاغوت هنا،
اینا کسایی که میگه طاغوت چرا میگین و یا طاغوت نفی میکنین، اینا برو جنجال تا امرای کی بکن؟ امرای علامه ابن کثیر بکن. علامه رازی در تفسیر دی آیت چی میگه؟ سعی کنین هر عالم تفسیر رازی رو مشناسن به نام تفسیر کبیر. تفسیر رازی است. این میگه بعضی از مردم تحاکم به طاغوت می نمودن و نمیخواستند که در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم محکمه شوند. اون شب که میگه در این راستا قاضی رحمه الله میگوید، او قول قاضی را نقل میکنه، میگه و یجب و واجب است ان یکون التحاکم الى هذا الطاغوت کالکفر. سعی کنین دقیقی گپ بشنوین. و یجب و واجب است و لازم است ان یکون التحاکم الى هذا الطاغوت، محکمه خواهی به این طاغوت چی شوه؟ کالکفر، کفر مثل کفر باشه. و عدم الرضا به حکم محمد صلی الله علیه و سلم کفر. و امی قسم عدم رضایت به فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم که مطابق قرآن و سنت فیصله میکرد، این هم کفر است. اینه این قول کی هسته؟ این قول است که مثلا قاضی و صاحب تفسیر کبیر ایره نقل کرده. علامه شنقیطی رحمه الله چی میگن؟ سعی کنین خوب دقیق باشین. علامه شنقیطی رحمه الله در تفسیرش میگه و کل تحاکم الى غیر شرع الله فهو تحاکم الى الطاغوت. این قاعده را میته، فرمول ریاضی را میته. اینا علامه شنقیطی کلان عالم و مفسر قرآن است. و ایشی میگه و کل تحاکم الى غیر شرع الله، هر محکمه خواهی دادخواهی بغیر از شریعت الله فهو تحاکم الى الطاغوت، این دادخواهی و محکمه خواهی است به کی؟ به طاغوت. شیخ صالح ابن عبدالعزیز آل شیخ، این از جمله مفتی های چند سال پیش عربستان سعودی بود. این چی میگه؟ کان الحکم بالقوانین الوضعیه، میگه حکم کردن مطابق قوانین وضعی، قانونی که مثلا انسان ها ساختن ضد شریعت الله، او الحکم بسوالیف البادیه، یا حکم کردن به قوانین بدوی قدیمی. قوانین قدیمی بدوی کدام قوانین؟ میگه مثل قوانین عرب های جاهلیت، قوانین پشتو، قوانین تاجیک، قوانین ازبک، قوانین قدیمی. میگه این من الکفر الاکبر بالله فتوا میده، میگه از کفر اکبر است. کفر اکبر چی رو میگن؟ کفر اکبر کفر است که انسان از شوکات اسلام بیرون میکشن. یکی از علمای که همیال هم زنده هست، ما به خاطر نقل میکنم، یا از جمله علمای درباری هست، خب من قولش به خاطر از این نقل میکنم. بسیاری کسا و قول از اینا زیاد باور میده. به نام صالح فوزان میگن. صالح فوزان چی میگه؟ فمن دعا الى تحکیم القوانین البشریه، هر کسی که میگه دعوت میکنه به حکم کردن، تحکیم یعنی محکمه کردن و تطبیق شدن قوانین بشری، فقد جعل لله شریکا فی الطاعت و التشریع، میگه ای در طاعت و تشریع الهی ای به امرای الله شریک ساخته. لان الله انکر من یرید التحاکم الی غیر شرعه، چرا میگه الله متعال انکار کرده بالای کسانی که اینا دادخواهی میکنن به غیر شرعش. و کذبهم فی زعمهم الایمان، میگه اینا را الله تکذیب کرده که شما دروغ میگین که شما ایمان دارین، شما ایمان ندارین. خب این قدر بس است. مثلا من چند قول، یعنی قولا اینجا بسیار زیاد بود، باز من یک چند تاشه اما تو گرفتم، کلش نگرفتم. خب دوم اینا رو فهمیدیم که دادخواهی کردن و محکمه خواهی کردن به قوانینی که به محاکمی که ضد شریعت الهی است، کسی که راضی میشه که در این محکمه ها بره و در اینها کسایی که در جای زندگی میکنن، هیچ امکان نداره که برش قضیه برابر نشه، که قضیه پیش شد مجبور است به اون محکمه بره که محکمه طاغوتی هست و او برش فیصله میکنه و این احکامش است. والله اعلم. دوم منافقان به ما انزل الله مخالفت میکنه. اول صفت منافقای چی است؟ که خود مسلمان میگه لکن میره در محکمه طاغوت چی میکنه؟ دادخواهی میکنه که شما برای ما فیصله بکنیم. دوم صفت منافقای چی است؟ که اینا به ما انزل الله مخالفت میکنن. چه قسم؟
و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله. ذکر صفت منافقینه. میگه وقتی که بر از اینا گفته شود که بیاین با آنچه که الله نازل کرده. الله چی رو نازل کرده؟ وحی جلی قرآن است و وحی خفی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. میگه وقتی بر از اینا گفته میشه که بیاین الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. میگه منافقین چه میکنن؟ اینا را میگه منافقین ببینی که از تو روی دور میتن. این چی میگه؟ به ما انزل الله. اینه میگه این صفت منافقین هست. احتیاط کنین از این صفت. سوم صفت منافق چی است؟ سوگندهای دروغین یاد میکنن. فکیف اذا اصابتهم مصیبت. آیت 62 سوره نساء را بخوانین. میگه فکیف پس چگونه است اذا وقتی که اصابتهم مصیبه بر از اینا یک مصیبت برسد بما قدمت ایدیهم به سبب آنچه که دستای خودشان را تقدیم کردن ثم جاءوا که باز منافقا چی میکنن؟ میاین پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم یحلفون یعنی قسم میخورن. با کی قسم میخورن؟ یحلفون بالله. قسم میخورن والله بالله تالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. میگم ما یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما نمیخواستیم مگر احسان. احسان چی میگه؟ یعنی میگه ما خیرخواهی میکردیم و توفیقا و ما میخواستیم اتحاد ملت باشه، اتحاد مردم باشه. از این خاطر ما این کار کردیم. این صفت منافقا هست که وقتی یک کار مطابق ضد شریعت کردن باز با قسم خودن از محکمه الهی و از پیش پیغمبر خدا خطا میدن. قسم خوردن عادتشان است. چهارم منافقا قلب‌های مریض دارن. قلبشان مریض است. متوجه هستین؟ اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم. الله میگه اولئک امی اشخاصی که قسم میخورن و امی صفاتی که قبلا ذکر شد این صفات دارن یا چی مشکل دارن؟ اصل مشکلشان چیست؟ میگه یعلم الله ما فی قلوبهم. الله میفهمه آنچه که در قلبشان است. الله عالم الغیب است. انسان در قلب خود چی داره؟ الله متعال مکمل میفهمه. و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ فاعرض عنهم. از اینا اعراض کن. وعظهم. و بر از اینا نصیحت کن، موعظه بکن. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. و بر از اینا قول بلیغه بگو. یعنی سخنانی رو برشان بگو که در قلب از اینا رسوخ بکنه و تأثیر بکنه. حق برشان بیان بکن. گپ حق و گپ دین برشان بگو تا که برای یک کسی حجت و دلیل نمونه که باز کسی میگه که والا خبر ما هیچ نگفتن. این ملا را سعی کنین کی حق گفتن، کی بیان کردن، کی گفتن. ما هیچ خبر نداریم، هیچ وقت برای ما نگفتن. از این خاطر الله متعال میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا حق بگو، بیان بگو تا که خوب این سخنها در قلب از اینا بشینه. و باز بعد از این وقتی که اینا کفر و نفاق میکنن باز الله کتشان محاسبه میکنن. پنجمین صفت از صفات منافقین چی است؟ یعنی این صفات به خاطر از این که ما مسلمان ها یک کسی میگه خب یا صفات منافقین است، حالا ما اینو چی کنیم؟ این به خاطر از این است که ویروس براتون نشان میده، میکروب نشان میده که تو به این ویروس مرض براتون نشان میده که در این مرض تو مسلمان مبتلا نشی. تو نشه که تو در وجود صفات منافقین باشه و در روز قیامت از دستت گرفته شود که وامتازوا الیوم ایها المجرمون. در سوره یاسین میگه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک شب میاد خوان میگه تا صبح گریه میکرد وامتازوا الیوم ایها المجرمون که از دست از این مجرم مثلا ملائکه میگیرن و به حکم الله برشون میگه که برای این صف مسلمانان چرا این قوارض تو معلوم است، تو منافق هستی، تو منافق هستی، تو منافق هستی، تو بیدین هستی. برای میگه این امام ابو حنیفه رحمه الله میگه تا صبح گریه میکرد و خاطر نمیاد که اتنشه که در روز قیامت من از این جمله نباشم که مرا کش نکنم. و ابن ابی ملیکه میگه که من همراه 30 نفر صحابه ملاقات کردم. 30 نفر صحابه. این تابعی بود ابن ابی ملیکه. میگه من همراه 30 صحابی ملاقات کردم، کلشان از نفاق میترسیدن که یک دفعه من منافق نشده باشم. میترسیدن. این به خاطر از یک است که انسان صفات منافقین بفهمه تا خودش در این صفات داخل نشه. پنجم الله متعال زیاد مهربان است. باز هم دروازه را 100% در مقابل کس بند نمیکنه ولو که این اشخاص منافق هستن و صفات منافقه ندارن. الله متعال برای منافقین دروازه استغفار و توبه را باز گذاشته در دنیا. برشان چی میگه؟ اگر منافقین استغفار و توبه بکنن الله میگه بازم پذیرفته میشه. ببین این رحمت الله است. الله تواب است و رحیم است و غفار است و غفور است.
متوجه هستین؟ عفو هست، بخشاینده هست. است کل صفات الله برشی است. بر از این صفات خود ذکر کرده که الله متعال میبخشه. و ما ارسلنا من رسول، الله متعال میگه ما نفرستادیم هیچ پیغمبری را الا مگر لیطاع باذن الله، مگر بر از این پیغمبر فرستادیم که این اطاعت شود به امر الله. به امر الله باید از پیغمبر اطاعت بکنی. این آیت قرآن که است کی رو کافر میسازه؟ همین کسایی که میگه ما قرآنی هستیم. یک تعداد کسایی هستن میگن ما قرآنیون هستیم. خب قرآنیون شما کی هستین؟ قرآنیون ما والا قرآن قبول داریم، همین قرآن بس ماست، ما سنت قبول نداریم، ما سنت و سیرت نمیخوایم. الله متعال میگه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، میگه وقتی که ما نفرستادیم پیغمبر مگر بر ازی فرستادیم پیغمبر لیطاع، تا که ازی پیغمبر اطاعت شود به اذن الله. اطاعت پیغمبر به اذن الله یعنی اینجا به امر الله، یعنی اطاعت از پیغمبر به امر الله میشه. الله میگه که ازی پیغمبر اطاعت بکن. حالا تو اگه قرآن قبول داری خونه قرآن برات میگه که چی است؟ اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم به امر الله هست. حالا تو وقتی که نماز میخوانی، نماز به کدام طریقه میخوانیم؟ تو احادیث قبول نداریم. بسیار خوب، احادیث قبول ندارین، بخون تو چه قسم نماز میخوانی؟ در قرآن گفته اقیم الصلاه، فقط قرآن گفته اقیم الصلاه. حالی اقیم الصلاه را رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان زندگی خود 13 سال در مدینه منوره 10 ساله که بود چی میگه؟ بر مردم میگه که صلوا کما رأیتمونی اصلی، این قسم نماز بخواین. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم رکوع کنیم، چه قسم سجده بکنیم، چه قسم دستای خود در کجا آوریم، چه قسم دستای خود بالا بکنیم، چه قسم مثلا نماز صبح بخوانیم، چه قسم نماز پیشین بخوانیم، چه قسم نماز تهجد بخوانیم، چه قسم نماز قیام بخوانیم. درباره کل ازیا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر کس درباره نماز کتاب نوشته بکنه مجبور است که مثلا بینی اندازه دبل یک کتاب درباره نماز صرف اقیم الصلاه و در قرآن است اقیم الصلاه. اینا لیا چی میکنن؟ خدا بازی میتن. و ولو انهم ظلموا انفسهم، با وجود از این هم میگه اگر این مردم بالای نفسهای خود ظلم کردن، یعنی منافقت کردن، یعنی در اعمال شرکی و کفری و بیدینی مبتلا شدن، جاءو که پیش رو آمدن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم فاستغفر الله، پس اینا طلب مغفرت کردن از الله، گفتن یا الله ما را ببخش ما اشتباه کردیم. و استغفر لهم الرسول، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مهربان بود که اگر یک کس میامد و برش میگفت که ما توبه کردیم اشتباه کردیم دعا بکن، رسول الله صلی الله علیه و سلم برش دعا میکرد. و استغفر و طلب مغفرت خواست لهم برایشان کی؟ رسول صلی الله علیه و سلم. لوجد الله تواب الرحیم، الله را باز میافن که بسیار پذیرنده توبه و در عین حال بسیار مهربان است، از این خاطر توبهشان قبول میکنه. اینجا یک چیز دیگر هم باید متوجه شن، وقتی که انسان تفکر و تدبر میکنه اینا استغفار میکنن از الله. حال در نصرانیت چطور است؟ وقتی که مردم میرن داخل کلیسا، عمو پاپ یا کشیش عمو کس او چی میکنه؟ او برشان میگه برو متر معاف میکنه، باز ما گفته بر الله میرسن برو معاف هستی. اونجا یک صندوق داره به نام صندوق مغفرت، مردم میره باز میگه بهت یک $500 بر من بده برو متر بخشیدم. چی گناه کردی؟ میگه اینی گناه کردم، برو بخیر خلاص هستی بخشیده شدی. اما در اسلام چی میگه؟ که اگر کسی منافقت کرد، بیدینی کرد، گمراهی کرد و استغفار از الله خواست و رسول الله صلی الله علیه و سلم برش دعا کرد رسول لوجد الله، کی توبهش قبول میکنه؟ پیغمبر قبول نمیکنه توبهش، الله قبول میکنه. لوجد الله تواب الرحیم، الله را بسیار پذیرنده توبه و مهربان میبه. ششمین نقطه، بدون حکم و قاضی قرار دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعای ایمان میکنن. این صفت منافقا هست. منافقا چی میگن؟ میگن که بدون حکم و قاضی قرار دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله را قاضی و حکم قرار نمیدن، فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نداره. ولی چی میگن؟ باز میگن ما مسلمان هستیم. کی میگن ما مسلمان نیستیم؟ امیال بسیاری کسا را وقتی برش بگه که این موضوع را مطابق اسلام، نه اینجا استاد مسئله اسلام ما به اسلام قبول نداریم، حتی ما با گوش خود والله شنیدیم برش که بگی باز میگه نه ما این مسئله را میخوایم که از نگاه قانونی حلش بکنیم، یا از نگاه قومی حلش بکنیم، یا از نگاه قوانین قومی ما از اینیا جرگه قومی ما را فیصله بکنیم. اینجا موضوع شریعت نمیکنیم. این صفت منافقه است. الله متعال میگه این صفت منافقه هست
سعی کنین. و این مسلمان نیست، این مسلمان نیست. فلا و ربک، الله متعال میگه قسم است ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ربت، بر رب العالمین. الله به ذات با عظمت خود قسم یاد میکنه، میگه فلا و ربک، و قسم است به پروردگارت، بر ربت، به الله، خود الله قسم میکنه به ذات خود، به صفت خود، بر رب العالمین قسم میکنه. لا یؤمنون، میگه این مردم مؤمن نمیشوند، ایمان نمیورن، حتی یحکموک، تا وقتی که تو را حکم و قاضی و فیصله کننده قرار بدن، فیما شجر بینهم، در مسائلی که دادخواهی و قضاوت میکنن، در اختلافات که وجود پیدا شد. تا او وقت مسلمان نمیشه که وقتی برش یک مشکل پیدا شد، دو نفر در بین هم جنجال داشتن، چی قضایای سیاسی هست، چی قضایای اجتماعی خانوادگی هست، چی قضایای اقتصادی هست، تا وقتی که به فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم تا تو را پشتو نبین و تو را حکم قرار ندن. خب یک کس پرسان میکنه والا قضیه داشتیم ما رو بردیم اونجا مثلا مطابق قرآن و فیصله سنت فیصله شد، آیا ایمان ما قبول شد؟ نه. یک شرط دیگه هم داره، یک شرط دیگه چی شرط داره؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، باز اینا از فیصله تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم دل تنگ نباشه. یعنی اگر در محکمه پیغمبر آمد و پیغمبر فیصله کرد، ولیکن اینا گفتن ما رفتیم فیصله کردیم لکن از مجبوریت کردیم، یعنی دل تنگ است، قناعت حاصل نیست، اینجا میگه بازی مسلمان نیست. باید دلت واقعا با قناعت قبول بکنی. خب مثلا رفتم در محکمه و پیغمبر فیصله کرد و ما هیچ در دلم تنگی هم نیست، میگن بازم به خاطر که ایمان تو صحیح شوی یک شرط سومی هم داره، 3 شرط داره. شرط سومی چی است؟ و یسلم تسلیما، که 100% به حکم الله و رسولش تسلیم باشی. اگر 99.99 هم باشی، اما یک وجه ناقص باشه، باز هم قبول نمیشه. در سوره نساء آیت 65 است. علامه طبری چی میگه در تفسیر زیاد میگه؟ فقال، میگه الله گفت ربک، قسم از به پروردگار تو، به رب تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، لا یؤمنون، یعنی لا یصدقون بی و بک، اینا به ما و به تو تصدیق نداره. ایمان چی است؟ اقرار به زبان و تصدیق به قلب، میگه ندارن. و بما انزل الیک، و آنچه که به تو نازل شده، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تا که تو را حکم قرار بدن، قاضی قرار بدن و فیصله کننده قرار بدن در آن چیزی که در بینشان باشه. یقولو حتی یجعلوک حکما بینهم فی ما اختلط بینهم من امورهم، تا او وقت تصدیق از اینا به ایمان به الله و پیغمبر قبول نمیشه تا که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا قاضی قرار ندن در اختلافاتشان، در اموری که اختلاط است. اینه علامه رازی چی میگه؟ سعی کنین چقدر خطرناک است. این در تفسیر رازی چی میگه؟ میگه و هذا نص، میگه این نص است، سند است. در چی؟ فی تکفیر من لم یرد به حکم الرسول علیه الصلاة و السلام. این میگه نص است در تکفیر، یعنی کافر کردن کسی، کافر شدن کسی که به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی نباشه. این کسی که به قضاوت رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی نیست، این باید چی کنی؟ این باید تکفیر بکنی. کسی که میگه من قضاوت رسول الله و فیصله قرآن و سنت قبول ندارم. هفتمی علامت منافقات چی است؟ عجله به جهاد میکنن، در وقت عمل با سرکشی میکنن. یعنی منافقت چی است؟ وقتی که جهاد برشان نیست و برشان میگه که فعلا جهاد نیست، برین درس بخورین، زحمت بکشین تا وقتی که جهاد آیت قرآن بیه و حکم جهاد شود. یا آدمی میگه نه کاش که بیای زود بیای ما بریم جهاد بکنیم. ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم، اگر باز ما برشان بگویم فرض کنیم سرشان كتبنا ای فرضنا، وقتی سرشان فرض بکنیم که شما آل برین قتال بکنین و اونجا خود در جهاد برای الله در راه الله تقدیم بکنین، او خروج من دیارکم، یا از منطقه‌تان خارج شوین، ما فعلوه الا قلیل، باز این کارا نمیکنن مگر قلیل منهم، کمی از منافقان. ولو انهم فعلوا ما یوعظون به، اگر اینا انجام میدادن آنچه که برشان گفته میشوند، توصیه میشن، لکان خیر اللهم، برشان خیر بود و اشد تثبیتا. اینا کسایی که کلانکاری ناقی میکنن، باز وقتی که حکم جهاد برش گفته شد که جهاد دفاعی است، اگر یک سرزمین مسلمان ها
توسط کفار گرفته میشه. اینجا بالای تمام ملت اسلام جهاد فرض عین است و این باید دفع شود، باز اینجا بر خود راه جور میکنن. این صفت منافقین است، این صفت منافق است. مسلمان این کار نمیکنه. و اذا لآتیناهم، اگر اینا چی میکردن؟ اگر اینا واقعا با آنچه که برشان گفته شده بود فعل میکردن، به حکم الله تسلیم میشدن، این هم برشان خوب خیر بود و هم برشان چی میشد و هم خوب ایمانشان پابرجا میداد. و ایذن باز او صورت الله متعال میگه لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، باز ما برشان اجر بزرگ میدادیم و لهدیناهم صراطا مستقیما، اینا را به راه راست هدایت میکردیم. و من یطع الله و الرسول، و هر کسی که از الله و رسولش اطاعت بکنه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینا به امرای کی هستن؟ به امرای کسانی هستن من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، اینا بسیار خوب رفیق دارن. یک کسی از شما پرسان میکنه میگه من میخوایم در روز آخرت یا الله مرا امرای نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین حشر بکن. حال وقتی که بخوای که امرای نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین حشر شوی، چی باید بکنی؟ باید اطاعت از الله و رسول بکنی. اگر اطاعت از الله و رسول شد، ذلك الفضل من الله، میگه این فضیلت از جانب الله هست و کفا بالله علیما، و کافی هست به الله که علم بسیار خوب به حالت از اینا دارن. هشتم، منافقا در جهاد سستی میکنن و مؤمنا نباید چنین بکنن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، خذوا حذرکم، بسیار احتیاط تا نبکنین. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یعنی میگه شما چی کنین؟ با دشمنان مقابله بکنین و خود حفظ بکنین و برای تکتیک زمان مکان دسته دسته یا همگی، یعنی میگه فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یا دسته دسته و یا یک جایی به طرف جهاد حرکت شوین. و این منکم، و یک تعداد از شما که اونا منافقان هستن چی میگن؟ لمن، کسانی هستن که لیبطئن، بسیار بطی یعنی سستی میکنن در جهاد کردن، در جهاد سست هستن. و این اصابتکم مصیبتون، اگه بر شما باز مصیبت برسه، باز منافقا چی میگن؟ قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، اوه بر از تو زخمی شدن، برشان وضعیتشان خراب شد، سر از اینا حمله شد، بمباردمان شدن، خوب شد که مکت از اینا نبودم، اگر ما هم در این حالت میبودم. این صفت کی هست؟ صفت منافقین است. و نهم صفت منافقی چی است؟ در جهاد خصوصی میکنن، باز وقتی که کدام امتیاز به غنیمت به، بازی ها بدون جهاد امتیاز طلبی میکنن. و هل اصابکم فضل من الله، اگر بر شما یک فضیلتی از جانب الله به، یعنی شما پیروز شوین، کامیاب شوین، غنیمت بگیرین، لا یقولن کأن لم تکن بینکم و بینه موده، باز مثل که در بین شما و از اونا، باز میگن که مثل که در بین شما و از اونا دوستی نباشه. میگن چی میگن؟ یا لیتنی کنت معهم، کاش که ما هم کتازی هم میبودن، فافوز فوزا عظیما، آل بر ما هم این کامیابی میامد، ما من عمل چقدر غنیمت میگرفتم. این صفات منافقین است. فلیقاتل فی سبیل الله، پس شما جهاد بکنین در راه الله، جهاد قتالی. میگه فلیقاتل، بعضی یگان تاست مثلا اگه ملا را ببینید درباره چی میگه؟ نه جهاد کسی جهاد قلم است، جهاد است که با قلم یک ورقه نوشته کو. اینجا الله میگه قتال بکو، قتال هم قلم نامش میشه. الله پاک هدایتت کنه، اگه نمیکنه در بدرت کنه. فلیقاتل میگه فی سبیل الله الذین، کسانی رو میگه قتال بکنین، فلیقاتل باید این شخص قتال بکنه فی سبیل الله، در راه الله. کی قتال بکنه؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، او کسایی که زندگی دنیا را خریدن با ترک آخرت. اگر میخوایی که چیز از این عیب خلاص شوی، باید جهاد بکنی، جهاد قتالی. و من یقاتل فی سبیل الله، و هر کسی که جهاد فی سبیل الله بکنه، فیقتل، کشته شوه، او یغلب، یا غلبه حاصل بکنه، فسوف نؤتیه، الله متعال میگه اگر کشته شد هم به خیرش است، اجر عظیم برش داده میشه، و اگر غالب شد، غازی هم شد، برش الله متعال اجر عظیم میده. در دو صورت هیچ نقص نکرده. اگر شهید شد، در شهادت برش الله اجر میده، و اگر چیز شد، اگر غلبه کرد، در او هم اجر الله برش میده. دهم، مسلمان باید از ضعیفان با جهاد دفاع بکنن
و ما لكم لا تقاتلون فی سبیل الله، میگه شما چرا جهاد نمیکنید در راه الله. و المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ببینید چقدر مردمای ضعیف، همین چقدر مردم در فلسطین ضعیف هستند. من الرجال، مردهای پیرریش سفید، و النساء و خانمها، و الولدان و پسران، الذين یقولون، کسانی که میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. باید اینجا جهاد واقعی به خاطر اعلای کلمت الله شود. مشکلی است که اگر کس میخیزه جنگ میکنه، ولو که یهود و نصارا جنگ بکنن، لکن شعار غلط بده، مثل شعار قوم پرستی، شعار منطقوی، شعار دموکراسی، شعار آزادی قریم، آزادی منطقی، ما اینی گپا که بزنه، اینجا باز این فی سبیل الله نمیشه. جهاد فی سبیل الله است که هر مسلمان بخیزه و بگویه که امی قدس کس، این سرزمین، امی فلسطین سرزمین مسلمان ها هست. ما میخوایم که جهان اسلام، اگر اندلس است، اسپانیا هست، اگر هند است، اگر مثلا فلسطین است، اینا رو کل از اینا رو چی کنیم؟ آزاد بکنیم. پس اینجا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين، کسانی که یقولون، میگه ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، یا الله ما را از این قریه که اهل زنا ظالم است بیرون کو، واجعل لنا من لدنک ولیا، یا الله از جانب خودت بر ما دوست بگردان، واجعل من لدنک نصیرا، یا الله از جانب خودت نصرت ما را بکن، تو دوست ما هستی، تو نصرت ما را بکن. 11 مؤمنان در راه الله و کافران در راه طاغوت جنگ میکنه. این فرق بین مسلمان و کافر چی هست؟ مؤمن در راه الله به خاطر اعلای کلمت الله که بیرق لا اله الا الله بلند شود. کافر در راه طاغوت، قوانین طاغوتی، در راه جمهوریت، در راه دموکراسی، در راه سوسیالیسم، در راه کمونیسم، در ایرا چی میکنه؟ اینا جنگ میکنه. الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن، یقاتلون، جهاد میکنن، فی سبیل الله در راه الله، والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن، یقاتلون فی سبیل الطاغوت در راه طاغوت. این ما شما طاغوت خواندیم که طاغوت مطبوع است، معبود است و مطاع است. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس شما قتال بکنین، جهاد بکنین، جنگ بکنین با دوستای شیطان. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقینا برنامه شیطان کسی بسیار ضعیف است. اینال ای چی هست؟ ای از صفات، باشید در زیاد مانده یا کم مانده؟ اگر زیاد مانده باز باقی مانده شه انشالله. کم یک 30 آیت مانده، میره زود خلاص میکنیم. اینال کم مانده. منافقان به خاطر ترس از مردم خواه. اینال اینجا دیگه چی میگه؟ 11 در راه طاغوت. آیت 77 چی میگه؟ میگه منافقان به خاطر ترس از مردم جهاد نمیکنن. منافق از مردم میترسه و به خاطر از هیچ از جهاد گپ نزنین، هیچ گپ نزنین، حتی گپ نزنین. اینا جهاد خود چی میکنن؟ او را خود بیخی نمیکنن. الله متعال میگه علم تر، آیا ندیدی الی الذین، به طرف کسانی که قیل لهم، برشان گفته میشه کفوا ایدیکم، دستایتان بگیرین، و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، نماز برپا بکنین، نماز بخوانین، زکات بدین. فلما کتب علیهم القتال، وقتی که برشان قتال فرض میشه، اذا فریق منهم، باز در این صورت فریق، یک گروهی منهم از ایشان که منافقا هستند، یخشون الناس که خشیت الله، از مردم میترسن مثل که یک نفر از الله میترسن، او اشد خشیتا، یا یک قدر از انسان ها میترسن که از الله کدام زیادتر از انسان ها میترسن. و قالوا ربنا، و میگن ای رب ما لما كتبت علينا القتال، چرا بالای ما فرض کردی قتال را، جهاد را، لولا اخرتنا الى اجل قریب. این گپای منافقان بود. چه میگه؟ یک کنه ما را یک ذره وقت میدادیم. قل متاع الدنیا قلیل، میگه متاع دنیا بسیار کم است، والآخرت خیر، و آخرت که خیر بهتر است، لمن اتقى، برای کسی که تقوا کرد. ولا تظلمون فتیلا، و شما به اندازه یک فتیل، یعنی یک چیز کوچک، یعنی فتیل اصلا همو چی میگن، همو سابق همو چراغا که میمادن قد یک تکیک میوردن که بازور در میدن، پلته، یعنی به اندازه همین پلته هم بر از اینا، بالا از اینا ظلم نمیشه. اینما بر از این منافقا بگو که اینما در جایی که تکونو باشین، یدرککم الموت، شما را پیدا میکنه مرگ، ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر بسیار قصرای خوب محکم جور بکنین، دموجه هم مرگ در جانتان می. و این تصیبهم حسنه، اگر بر از این منافقا نیکی برسه، یقولو هذه من عند الله، یخ از جانب الله هست. و این تصیبهم سیئه، اگر برشان یک مشکل برسه، باز من پیغمبر مراد میکنه، یقولون هذه من عندك، از طرف تو، به خاطر تو شد، بچه ما تو در جهاد روان کردی، مشکل این. قل کل من عند الله، بگو کل از جانب الله هست. فما لهؤلاء القوم، ای قوم الله متعال میگه چی شده؟ لا یکادون یفقهون حدیثا، یا سخن
گپ نمیفهمن. ما اصابک من حسنت، اگر یک نیکی بر تو میرسه فمن الله، از جانب الله هست. و ما اصابک من سیئت، اگر بر تو یک بدی میرسه فمن نفسک، از نفس خودت، از سر نفس خود فکر بکو که چی مشکل داری. و ارسلناک، و ما تو رو فرستادیم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، للناس، بر مردم رسول، تو فرستادی الله هستی و فرستادی الله معصوم و پاک است. و کفى بالله شهید، و کافی است که الله سبحانه و تعالی در تمام اعمال شما شاهد باشه. 13ام حکم میگه اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت از الله هست. و من یطع الله، ببینید این قرآنی ها که میگه ما اطاعت از پیغمبر نمیکنیم، ما تنها قرآن میگیریم، برشان اینه دی قرآن، آیت قرآن هم تو قبول نداری، کافر هستی. آیت قرآن تو را میگه تو دروغ میگی. من یطع الرسول، هر کسی که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه فقط اطاع الله، یقینا که اطاعت الله را کرده. و من تولى، و کسی که روی دور بدن، فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو را بالای از اونها حفظ کننده نگذاشتیم، تو نگهبان مراقبشان نیستی، تو دعوت تکردی خلاص. کسایی که نمیکنن الله جزایش میده. منافقان در ظاهر اطاعت و در باطن مخالفت میکنن. و یقولون طاعت، وقتی که در پیشروی پیغمبر میاد در مجلس مسلمانان میگه ما اطاعت میکنیم 100%. فاذا برزوا من عندك، کسایی که الله چه قسم منافقین رسوا میکرد، یا پیشروی رسول الله هم اطاعت میکنیم، رسول الله هم خوشحال میشد. الله گفت که نه، یا که پیشروی تو آمدن میگن طاعت میکنیم. فاذا برزوا من عندك، وقتی که میگه اینا از پیشروی رفتن، بیت طائفه منهم غیر الذي تقول، یک تعداد از اینا بعد پیش تو برن مخالف آنچه که میگفتن، حال مخالف از اون میگه ما خونجا فریب میدیم، غیر از ضد آن چیزی که تو میگی مخالف از اینا میگن. والله یکتب ما یبیتون، الله متعال نوشته میکنه آن چیزی که اینا مخالفت میکنن. فاعرض عنهم، از اینا روی دور بده. و توکل علی الله، و توکل بکو به الله. و کفى بالله وکیلا، و کافی است که الله وکیل شما و دوست شما و محافظ شما باشه. امام طبری میگه یقول جل ثناؤه لمحمد صلی الله علیه و سلم، میگه الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که فاعرض یا محمد عن هؤلاء المنافقین، میگه از این منافقا اعراض بکن، الذين يقولون لك فيما تأمر، اینا وقتی که پیش تو باشن، وقتی که امرشان میکنه میگه امرک طاعه، ای پیغمبر امرک طاعه، امر تو طاعت 100%. فاذا برزوا من عندك، وقتی که از پیش تو برآمدن، خالفوا ما امرتهم به، مخالف از اون چیزی که میکنن که تو برشان امر کردن. و غیروه، و این تغییر میدن الی ما نهیتهم عنه، و اون چیزی که از اونها یا نهی شدن امون منع شده را انجام میدن. و خلهم و ما هم علیه من الضلاله، اینا را بگذار به آن چیزی که از گمراهی هستند. ورد لهم بی منتقما منهم، کافی راضی شو به ای که ما از اونها انتقام گیرنده باشم. الله میگه و توکل، و تو توکل کو، انت یا محمد علی الله، بالای رسول الله، الله میگه من انتقام از اینا میگیرم. 15 منافقا به قرآن تدبر نمیکنه، شما خود از این مرض وقایه کنین. افلا یتدبرون القرآن، چرا اینا در قرآن تدبر نمیکنن، فکر نمیکنن، سهل نمیکنن. ولو کان من عند غیر الله، اگر این قرآن از جانب غیر الله می بود، این کدام مخلوق نوشته میکرد، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، دی بسیار اختلافات پیدا میکردن. امام تدبری میگه افلا یتدبر المبیتون، چرا همین منافقایی که دروغ میگن، غلطی میکنن، مخالفت میکنن، غیر الذی تقول لهم یا محمد کتاب الله، اینا میگه چرا در کتاب الله اینا تدبر نمیکنن. فیعلم حجت الله علیهم فی طاعتک و اتباع امرک، باز اینا میفهمن که دلیل الله به اطاعت تو و متابعت امر تو چی هست. 16 منافقا خبرهای مسلمانا را به غیر مسلمانا انتقال میده، جاسوسی میکنه. این جاسوسی مسلمانا را کسی که میکنه به غیر مسلمانا، این از صفات منافقین است. و اذا جاءهم امر من الامن، اگر بر مسلمانا بر از اینا اگر یک امر خبر داده شوند، من الامن از امنیت مسلمانان، او الخوف یا از ترس، اذاعوا به، اینا میخزند بین مردم نشر میکنن که این تو گپ است، این تو گپ است. ولو ردوه الی الرسول، و اگر این رد میکردن میگذاشتن به رسول صلی الله علیه و سلم، و الی اول الامر منهم، به اولیای امور، کسایی که دمو حکومت و خلافت اسلامی مسئولین هستند، منهم لعلمه الذين يستنبطون، بازور میفهمیدن اما کسایی که مسئول هستند در این بخش کار میکنن که با این از این خبر چی استنباط بکنن. منهم ولولا فضل الله علیکم و رحمته، و اگر فضیلت الله بالای شما و رحمتش نمی بود، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، شما مطابقت شیطان میکردین مگر یک تعداد کمتان. والسلام علیکم و رحمت الله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.